خب دوستان، همین چند دقیقه پیش بودش که تکلیف گروه جام جهانی مشخص شد. آلمان بالاخره بعد از 2 دوره تونستش که از گروه خودش صعود بکنه. ولی اکثر شمایی که این سه تا بازی آلمان رو دیده باشه، مطمئنم که با من هم نظر هستید که آلمان یه فوتبال سرحال، یه فوتبال شناور و زیبا بازی نمیکنه. یعنی یه شروع طوفانی داشت، اومد جمهوری کاراسئو اگه اشتباه نکنم 7-1 بردش. اومد با ساحل عاج به زور تونست ساحل عاج رو ببره، یعنی واقعا به زور تونست، اغراق نمیکنم، به سختی تونست ساحل عاج رو ببره و جلوی اکوادور هم که شکست خوردش. و این نشونه های داره با ما میگه که تیم ملی آلمان مثل همون گفتهای کارشناسا امکان کمی واسه بردن جام جهانی داره. از نظر من مشکل تیم ملی آلمان مشکل تاکتیکی، مشکل هماهنگی یا مشکل ترکیب نیستش. مشکل تیم ملی آلمان اون عملکرد فردی و افت بازیکناشون حساب میشه. یعنی چی؟ یعنی شما مانوئل نویر رو توی دروازه داری که اون سن بالا قشنگ روی عملکردش تاثیر گذاشته، توپا رو نمیتونه به خوبی دفع کنه، توپا ریباند میشن و گل میخورن. همین گلی که اکوادور زد رو میشه گفت عملکرد نویر باعث شد که گل رو بخورن. میای جلوتر کیمیش رو میبینی، کیمیشی که اون هافبکی نیستش که پپ گواردیولا سیقل داد و اون هافبک گول پیکر رو ساخت. هافبکیه که نه تو پستش داره بازی میکنه، نه هم که اون سن و صلابت جوونی رو داره. بعد میاد خط دفاعی رو نگاه میکنی، رودریگری که توی رئال مادرید مسئولیت‌های پی در پی داشتش و روی عملکردش تاثیر گذاشت. باز شما میای جلوتر، شما جمال موسیالا رو میبینی با فلوریان ویرتز. فلوریان ویرتز عملاً یه خرید فلاپ واسه لیورپول تبدیل شد و خیلی روی عملکردش تاثیر گذاشت. جمال موسیالا بازیکنی که نتونست حتی اون عملکردش رو که قبل مصدومیت داشت، حتی شما بگو 30% 40% نتونست برگردونه عملکردش رو و یه افت شدیدی رو داره میگذرونه. بعد جلوتر که میای شما کایل هاورتز و لروی سانه رو میبینی که اصلا اون وینگر و مهاجم های خطرناک اروپا نیستن. کایل هاورتز اون مهاجم فیکس چلسی نیست و لروی سانه هم اون وینگر بایر نیست و الان داره توی فنرباغچه بازی میکنه. شما بگید نظرتون چیه؟ آیا آلمان شانس واسه قهرمان شدن توی جام جهانی داره یا نه؟